عمر آروم باش. صبح بخیر مهرنگار. عجب دختر جسور و چالاک بوده که از اسب حتی هراس نداری ها؟ صبح بخیر. مهرنگار، در باغ حیوانات خود که یکی از نقشه های اساسی خودی تو است. مقصد جا کردن دینозاور رو دارد؟ نه، راستی که دینозاور رو اونقدر دوست نمیدارم، چون که حیوانی بسیار بدنمود میتابد برای من. برای مهرنگار، اندازه پای شما چند است؟ اندازه پای من اصلا 36-37 می باشد. شاید بعد خوراک خوردن 42 می شود. نه، خطا کردی. 42 هم گپ است، 45 می شود. بچه ها، همه ما میدونه که مهرنگار راننده است، همین طور نه؟ نه، ما خبر نداریم. چی شما نمیدونید مگر؟ نه. از خودش پرسید. چی مهرنگار، تو راننده автомашина مسافرکش شدی مگر؟ نه، خطا کردید. من راننده تراکتور هستم. مهرنگار، در حالت قاعده بیان کنی از شهرت خود استفاده میبرید؟ راستی گپش را گویم، جانی ما رو همین شهرت خلاص میکنه. مهرنگار، شما میدانید که یک صفت زیبایی شما به اسب مانند است. با اسب؟ بله. خب حاضر میبینیم که من با تو مانند هستم. حاضر چشمایش مانند نیست، بینیش مانند نیست، شاید دهانش مانند باشه. من فکرم گوشش که مانند نیست، موی سرش شاید مانند باشد. بله بله، انا همین یالهای اسب بسیار هم با موی دراز دلربای تو مانند است. تشکر. مهرنگار، سوال نوبتی من چنین است. خب خوراک دوست داشته ترین اسب کدام است؟ من برای تو 3 واریانت پیشنهاد میکنم و تو امکانیت داری که از هر 3 آن یک تاش رو انتخاب کنی. یکم استخوان، دوم ماهی و سوم باشد موش. مدتی 2 سال میشد که با اسب در اسب سواری میکنم. یگان بار با اسبم نه موش دادم، نه گربه دادم، نه شرمه دادم. ما خوراک دوست داشتنی اسب این شیرینی می باشد، قند، سیب و سبزی. مهرنگار، وقتی که با شما دروغ میگه اما شما حقیقتی گپ را میدونید، چگونه رفتار میکنید؟ خنده میگیرد و من بسیار دوست میدارم که وقتی راست را میدانم دروغ را گوش کنم، کیف میکنم. راستی اگر آواز خود را در صحنه گم کنید، یعنی سرود فراموش شود، پس چگونه از این حالت رها میشوید؟ این خیلی حالت ها زیادن و مثل همین اسب قمچین کده رفتن میگیره. پس یک ترانه دلنشین با گیتار زنده اجرا کنید. حاضر که زمستان است، بسیار خنک خوردم در بیرون، با این خیلی لباس ها و حاضر کمتر دستم گرم شود. برای شما و بینندگان تلویزیون سفینه حتما یک سرود خواهم خواند. حاضر سرود میخونیم و نه تنها برای تلویزیونی سفینه، بینندگان تلویزیونی سفینه، بلکه برای من اسبا، برای شتور در اینجا بوده هستم، برای شتور که تو من نکند برای سرود میخونیم. خب برای این حاضر یک سرود برای شما و حیوانهای نازنین میخونم. اکنون گرم شده؟ کم کم. بله. آماده هستید؟ بله. اول من خونم یا شما؟ خب شما خونید. نه اول از دختران سر میکنیم. اول شما. کدام سرود باشد؟ شهدی لبانه سلی از کدام این محلی، یا که تو ره گذری یا که تو نغمه گری، آه دل ما را میبری تو بس هیله‌گری، آه دل ما را میبری تو بس هیله‌گری. چی کنم با کی بگم راز نهانم، غم دل را به کدام در بکشانم، که همان همدمی دید کیست وای در غمی دید، که همان هم نفسم که به وصلش برسم. شهدی لبانه سلی از کدام این محلی، یا که تو ره گذری یا که تو نغمه گری، یا دل ما را میبری تو بس هیله‌گری، یا دل ما را میبری تو بس هیله‌گری. همه ارمان
تو محرم و رازم تو راز پنهانم تو میدانی نمیدانی میدانی نمیدانی شهدی لبانه دستلی از کدامین محلی یا که تو ره گذری یا که تو نغمه گری یا دلی ما را میبری تو بس هیله گری یا دلی ما را میبری تو بس هیله گری یا تشکر زیاد مهنگار از دیدارت خیلی خوشحال شدیم. بگذار تمام سال انا همین گونه چهره خندان و شکوفان و مثل گل در نشو و نما باشه. بگذار تمام خواهش و آرزوهایی که داری در سال نو میلادی با اون مقصد و نیت‌های خویش برسه. با شما نیز تمنیت‌های از همه بهترین را آرزو مندم.